ای خدا وقتی سفید آمین 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 خدا خوشا و پیرت کنه خدا سی فرزندت کنه برادرای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما الحال دیدین ویدیو را. فیروزه حفیظ و خطی خیلی میدونم وایش کیان شتگین در خونه سری در سر خونده. خب نان و نمک خورده است یعنی انا بعدا دوام میتن خیلی دو را دیدین خیلی بیا بار دیگه ببینین خیلی. ای خدا وقتی سفید آمین 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 خدا خوشا و پیرت کنه خدا سی فرزندت کنه برادر عزیز میخوای که ای مسکو به تاجیکستان سفر کنی که ای تاجیکستان با مسکو را لوبوی دولت دنیا авиакомпания محمد جان اینجا میبره توصیه‌تون میتم انصاف نام داره بدرین زنگ بزنین واتساپش بنویسینش به ملال گفتی گپو میگیرتونه بلیطاتونه چیپتوی هواپیمایتونه میزنین میرین با باوری را هستی آفیسشون در مسکو میتونین برین ای پیش خودشون گپ بزنین میتونین ویدیو ویزیت کنین لوبوی خودشون گپ بزنین اینو گپ بزنین کارتون حل میکنه برادر عزیز الله هیچ کنه تیسرک زنگش بزن عکسش دیگه خیلی اینا دیدین اخی من نمیدونم جا اونجا خندش هسته یا که نیسته من اینجا هیچ نفهمیدم که جوش همینجا خنده وقتی داد است که الله مهربان سر فرزندت کنه خدای مهربان خوشا و پیرتون کنه الله مهربان مسد خوشبختون کنه گفتم مثال دو داری در دو چی جوی خنده میخندی اپای فیروزه ما در خود یگم نسبتی بد ندارم گمانی بد ندارم نه که وقتی من این گونه چیزا رو میبینم من مثلا فکر میکنم میگم من یک گپ زنم بفهمونم شاید میبینی ویدیوی مرا رویش کنیم بینن مثال خیلی نه که دو کردسی نزد الله سبحانه و تعالی اخی اسلام دو دادن حدیث آیات یگون جوی پریکول شوخی خنده نیست در کجا دیدی که مثال دوستای خدا مثال دعا میکردن میخندیدن توبه کردم خدا کجا دیدی که هم خیلی دعا بتن مثال بخندن سبحان الله استغفر الله آدم برای یک اینمی قق کارش میتونه ایدین خوری چه و اپای فیروزه اخی دشمو صدقه اخی نکنین همی کاراتون همی چیزو شما دا زیبنده هم نیسته من بخدا میبینم نمیتونم طاقت کردم من میبرم میگم گپ زنم من میبرم میگم گپ زنم بگم که اسلام جای شوخی نداره اینا بنویسین فکراتونو برادر در کامنتر بنویسین آیا ما خطا گپ میزنم همچه دو دادستی سریوز نداده با نگاه که در سری در سخون شتگی مثال در وقت دو دادن مثال چیه مثال زنی باید زن محکم باشه نه که خودت اینقدر جاد اوریان هوی مثال اکوش در کمک کار نداره نه که گفته سم در وقتی که یک جا سوره خونده میشه و یک اونجا سوره مونده میشه و مثال خیلی هفته اندام وقتی مثال با سیونکا و با اینترنت ها میدونین که میپرتوین خیلی اوخی رپوتاسیون خودت پس میشه و الحمدلله ما مسلمان میگیم نه که یک رفتارای میکنیم هیچ جا توغری نمیویه ای الله ترسیدن مون در کره نباید خیلی رو ما در پوسکت کنیم نباید ما خیلی کار کنیم میفهمین شما و این نه تنها داخل داره تمام همین انسانیت داخل داره تمام مردم تاجیک ده که دوامتی خیلی خندیده و پریکول دونته که ها الله با نشونت میده فهمیدی بعد یه روز در یک میگن کو الله میگن زد الله بزنه میگن کو هم خیلی دوام میکنن کو در ما هسته کو مثال الله خورت کنه الله بزنه تا میگیم کو الله میزنه تا نه این طریق مثال خیلی که من نمیرم مثال میزنم هم خیلی دروش بگم این خیلی نیست تو چیز الله چه مثال تو را به یک وای مثال نشون میده در همین دنیا در یک مبتلا یک وای میشه یک مصیبت به سرت میاره یک کار میشه آوری میشه یک اینمی لوبوی چشیدنش همه چیزا از الله باید ما ببینیم همه چیز الله برای ما میاره مثال در ما مثال مشکلی و وزوینی سبوکی چیزی باشه انا در عوض انا کارت بعد امورا مقایسه که بگم من چیکار کردم که الله مرا میخه کرد با کدام کارم من مثال ای الله سبحانه و تعالی با کدام کارم من اخشیدم من اخش کردم مثال با این حال افتیدم انا بعد مقایسه کنم این چیزا برای همین احتیاط کنین در اسلام در این مسئله شوخی پریکول نکنین که انا خوب نیسته بر ضرر ریختونه فهمیدی الله هیچ کنه برادر عزیز подделиться که подписаться که ان شاء الله تلگرام کانال ما بدرویم بوب در کامنتر ذکر پیت میکنم بهترین چیزا رو در اوج نوستیوم برای ابونه شین خدا خواسته باشه با ویدیو نه انتظار باشین و عادت دیگه هسته با هم دخترای تاجیک اخی ولی با باشه ویدیو آینده دما میبرم بعد نگاه کنیم با اوج چی گپای
ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.